خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید امروز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی قسمت قبل دیدیم که ما یک بار از سازنده لبوبو گرفتیم و قرار شد اونو تحویل بگیریم. یه سری لبوبو بود، اما فرانکلین هنگام بردن اون بارها شب توی جنگل تصادف کرد و این لبوبوها زنده شدن و با ببینیم قضیه از چه قراره. بزن بریم. اوکی بچه ها، بزن. لعنت بهت حاجی، لعنت بهت. این اینجا چیکار میکنه حاجی چقدر بده این. خدایا چیکار کنیم ما؟ وای وای. بذار ببینم. بچه ها فهمیدم کاری که کار اون لعنتیه. لعنتی جان کجایی؟ من میدونم تو اینجایی جان لعنتی. بیا بیرون، بیا بیرون جان. خب بذار برم بهش بگم. پسراره. هی فرانکلین، چطوری پسر؟ کجایی؟ ها زابره شدی از دیدنم ها پسر. آره لعنت به جان. میدونستم که کار توه، میدونستم کار توه جان لعنتی. آفرین پسر، کارت عالی بود. کار من بود. حالا چه غلطی میخوایی بکنی مثلا احمق؟ خیلی نامردی. آخه چرا نقشت از این کار چیه؟ ببین پسر، قراره که این لبوبوها رو یه هوش مصنوعی خفن توشون کار بذارن. هوش مصنوعی جنگجو. اینش مصنوعی رو اگه بذارم میتونن کل دنیا رو بگیرن و دنیا مال لبوبو سازندش میشه. آره پسر، آره. لعنتی، این نقشت اینه؟ آره. اما فرانکلین تو پسر، یعنی تو خیلی احمقی. آره پسر، مگه میشه $1,000,000 بدم برای جابجایی 4 تا لبوبو؟ اما خب جان، تو هم به اندازه من احمق هستی. چرا؟ چون من اون موقع بود خواستم بارا رو تو کانتینر تحویل بگیرم، رفتم و توی سر هر کدام از این لبوبوهای به درد نخوره دونه بمب کار گذاشتم. آره. ای لعنت بهت فرانکلین، لعنت بهت پسر. حالا منفجرش نکن، میتونیم با هم کوتاه بیایم. نکن فرانکلین. اما نه دیر شده دیگه، دیر شده. خب آماده ای جان؟ لبوبوهای آشغال آماده این؟ نه فرانکلین، نکن پسر، نه. فرانکلین پسر، با این کار گور خودتو کندی لعنتی. فرانکلین کلینتون، با این کارت مرگ خودتو نزدیکتر کردی پسر. آره. الو بچه ها. الو قربان، چی شده؟ بچه ها، لبوبوها رو آزاد کنین، شهر رو نابود کنن. خداحافظ. الو قربان. خب فرانکلین، بای بای پسر. بادو بریم. آره دنیا مال ما میشه پسر، من میدونم. برو بریم بابا. وای بچه ها، بدبخت شدیم. لعنت به این جان، لعنت به این جان. حاجی برو سریع با 405 شوتیمون بریم. حاجی به کمک نیاز دارم. امیدوارم که حمله نکنن لبوبوها. ای خدا حاجی، سریع سوار ماشین بشیم، حرکت کنیم بریم. وای بچه ها، وای وای وای. لعنت به این لبوبوها. حاجی برو بریم. نه 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 نه. وای چی بود؟ وای خدا کمک! وای پسر کمک! نه 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 نه. وای پسر، وای کمک! ای وای حاجی، یه دونه دیگه لبوبو یا ابوالفضل حاجی الان میاد میزنه بهمون. چه غلطی کنیم؟ بچه اخبار شروع شد، بذار ببینم. اخبار رادیو لس سانتوس. مردم در خانه‌های خود بمانید چون قرار نابود شوید. نه مردم، لبوبوها در سراسر لس سانتوس زنده شدن و میخواهند مردم را بکشند. صاحبان لبوبو از عروسک‌های خود فاصله بگیرید تا خبری بعد. وای لبوبو آمد. ای وای حاجی، این یارو لبوبو آمدن اما اخبارگوها هم گرفتن. حاجی بدبخت شدیم. حاجی تنها راه هم اینه زنگ بزنم تروری، کسی به ترور و مایکل و لامار زنگ بزنم. حاجی این ستا میتونن پسش برمیان. میسرن فری قطعا این لبوبو لعنتی رو جمع میکنیم. بذار بگیرمش. الو ترور، خوبی؟ الو فرانکلین، چطوری پسر؟ خوبی؟ ممنون ترور. میگم که آی نکن لبوبو، نکن، بی تربیت. ترور لبوبات به حمله کردن؟ آره پسر، آره خیلی لعنتی شده، اما گوگولی هم قلقلک همین. نکن لعنتی. دیوونه است.
ترور دیوونه ای؟ تو اخبار میگه لبوبو به سراسر کشور حمله کرده، لبوبوها زنده شدن، برات عجیب نیست؟ آره راستی ها، چرا زنده شدن اینا فرانکلین؟ راستی چیکار کنیم پسر؟ میگم که به کمکت نیاز دارم. بقیه بچه رو هم جمع میکنم، بچه میبینمتون در خونه مایکل، همتون بیاین در خونه مایکل. الامارم میگم بیاد، باید این چیزو نابود کنیم، این لبوبو رو. میدونی چی شده؟ سازنده لبوبو خودش بهم گفت این نقشه رو کشیده که دنیا رو بکنه واسه خودش و لبوبو. سری بیا، بدو. اومدم پسر، 2 دقیقه دیگه بشدم. آره لبوبو. اوی حاجی چه دیوونه ای هم اصلا این ترور. خب اوکی، بذار من زنگ بقیه بچه هم بزنم. الو مایکل. الو فرانکلین، چطوری پسر؟ خب بچه ها، من 3 تا دوست بچه ها رو جمع کردم و امیدوارم که بتونیم انجامش بدیم. مایکل سلام، خوبی داداش؟ آره فرانکلین، خوبی پسر؟ لامار چه خبر؟ قربونت فرانکلین، چه خبر عزیزم؟ ممنون. حاجی ببینید بدبخت شدیم، لبوبوها حمله کردن به سراسر کشور. سازنده لبوبو گفت قسم اینه که تمام لبوبوها باهاشون کشور لوسانتوس یا شهر لوسانتوس رو تسخیر کنن. سری با یه کاری بکنیم مگر نه شهرمون به نابودی میره. بچه‌ها لطفاً یه فکری بکنید. فرانکلین پسر، میگم که میتونیم یه کاری بکنیم. چیکار؟ ببینم یه زنگ به لستر میتونی بزنی؟ داداش باشه ها، راستی حاجی لستر میتونه مکاناش رو بهمون بگه. خب ترور زنگ به لستر بزنیم که چی بشه؟ احمقی تو بابا پسر، زنگ به لستر بزنیم مکان رئیس یا همون بردشون رو پیدا کنیم. راست میگه حاجی. آره فرانکلین پسر، قطعا توسط یه مادربرد یه سی پی یو چیزی دارن کنترل میشن، مگه نه؟ آره حاجی. آخ گل گفتی داش مایکل. آره حاجی، یا دمتون گرم حاجی، چقدر رفیقای خفنی دارم من، دمشون گرم. اوکی حاجی، بذار من لستر رو بگیرم. خدایا جواب بده لستر، تو رو خدا جواب بده. مشترک مورد نظر در حال هک کردن میباشد، لطفاً پیغام بگذارید. ای وای حاجی لعنت بده، بذار دوباره بگیرمش. وای. مشترک مورد نظر در حال هک کردن میباشد، لطفاً پیغام بگذارید. ای وای حاجی چقدر لعنت به لستر، چرا جوابمون نمیدی؟ وای پسر خودمون میبینیم جاشو پیدا میکنیم، نیازی هم نیست چیزی به لستر بگی، عیب نداره. همه سوار ماشین تو میشیم و میریم میگردیم. آره حاجی بچه‌ها بیایم بریم. اوکی حاجی، سوار ماشین بشیم زود بریم این لعنتی رو سری جاشو پیدا کنیم، چون اگه پیدا نکنیم بدبختیم. خب بچه‌ها بشینین سوار که سری بریم. اومدم فرانکلین، اومدم پسر. حاجی بریم. یا اول فرض خدایا کمکمون کن. سر تا سر لوسانتوس لبوبوها تسخیر کردن، چقدر بد شد اصلا. چرا این عروسک لعنتی باده؟ من چرا باید اون 4 تا عروسک رو بگیرم بیارم؟ وای حاجی پول خیلی آدمو دیوونه میکنه. اوکی حاجی بذار ببینیم خدایا بچه‌ها کجا باید پیدا کنیم؟ به نظرتون چیه؟ بریم کجا اول؟ ببین فرانکلین، بهتره که اول بریم تو محله قدیمی، از بریم گنگ گرونستری رو جمع کنیم، با اونا بریم، خطر داداش. آره حاجی راست میگه. خب حاجی بریم سمت محله قدیمی، گرونستری رو جمع کنیم با اونا بریم. البته قبلش هماهنگ بکن لامار. حل سلطان، بذار زنگ بزنم. داداش گفتم بهشون. دمت گرم داداش، دمت گرم. حاجی حل دیگه نیاز هم نیست بریم اونجا. چی کار میکنی؟ ای پسر چه مرگته. حاجی دیوونه اصلا، ماشینمون رو داغون کرد. اوکی حاجی بهتره که چیکار کنیم؟ وای حاجی اخبار جدیدی که به دست ما رسیده توجه کنید. من تبدیل به یک لبوبو شدم. حاجی اخبارگو دیوونه شده، بذار ببینم چی میگه. یک لبوبو اومد و با یک شلیک یک لیزر منو تبدیل به خودش کرد. یا ابوالفضل حاجی این قدرت جدید رو از کجا به کار آوردن؟ فرانکلین کلینتون، میدونم که صدای منو داری از بلندگاه شهر میشنوی. فرانکلین کلینتون. وای حاجی جانه. فرانکلین خیلی برات عجیب بود نه؟ یک قدرت جدید به لبوبو هم دادن و لبوبو هم میتونن که مردم رو تبدیل به لبوبو کنن. هرچی لبوبوی بیشتر راحت تر میتونم دنیا رو تصویر کنم. آره پسر، تا نابودیت وقت نداریم. تیک تاک. ای وای حاجی بدبخت شدیم. وای چه غلطی بکنیم حاجی ما الان. نه چه کار میکنی پسر؟
نه 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 نکن نه نه چی کار میکن نه 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 چی کار میکنی پس بر آی نکن لبوبا داره میاد سمتمون خب بچه ها اینم از پارت 2 داستان لبوبوی شیطانی. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. اگر دوست داشتین پارت 3 رو بسازم حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما هم دنبال کنید. تا ویدیو بعد، بدرود.